زندیات درخشش در سال 1332 که برابر با 1954 به عنوان یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای ملی انتخاب شد. قبل از اون دبیرستان‌های کشور و استاد دانشسرای عالی که مرکز تربیت معلم بود اونجا فعالیت میکرد قبل از 1954. در سال 54 در مجلس شورای ملی همراه با زندیات ابوالحسن حاری‌زاده و آیت الله کاشانی از جمله مخالفین قرارداد کنسورسیوم بود و 3 جلسه طولانی علیه قرارداد کنسورسیوم صحبت کرد. در 3 جلسه یعنی بلندترین سخنرانی بود که یک وکیل مجلس تا به حال در تاریخ ایران کرده. در اون زمان در مجلس سنا دکتر محمود حسابی و شریف امامی هم از جمله مخالفین بودند، در زمان مخالفین کنسورسیوم بودند. در مجلس شورای ملی زندیات از جمله طرفداران توجه به توزیع عادلانه ثروت در کشور محسوب میشد. در اردیبهشت سال 1340 برابر با آوریل 1961 رهبری اعتصاب سراسری دبیران و آموزگاران کشور رو زندیات درخشش بازی کرد در اعتراض به کمی حقوق و مزایای فرهنگیان در سراسر کشور که متاسفانه بر اثر مداخله و آتش گشودن پلیس در میدان باهرستان به سوی اونها باعث درگذشت یکی از فرهنگیان به نام عبدالحسین خانعلی شد و باعث زخمی شدن تعداد دیگری و پیوستن دانشجویان و دانش آموزان به جمع فرهنگیان و نهایتاً استعفای دولت شریف امامی و روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی و انحلال مجلسین. در کابینه دکتر امینی ایشون سمت وزیر فرهنگ رو عهدهدار شدند در سال 1961 و در نتیجه اعتصابات فرهنگیان و دانش آموزان دانشجویان در اثر فعالیت‌هایی که ایشون انجام دادن پایان یافت. امکانش هست که برای ما توضیح بدید از فعالیت‌هایی که ایشون برای احقاق حقوق معلمان انجام دادن؟ ایشون کارهای انقلابی رو در آموزش و پرورش کشور آغاز کرد. از مهمترینشون ارتقاء سطح حقوق و مزایای معلمین در سال 1961 که نقش بسیار به سزای ایشون داشتن. بورس تحصیلی و ارز تحصیلی چند صد دانشجو از خانواده‌های متمکن رو ایشون قطع کرد در خارج از کشور و به بهبود وضع کشور که امکانات مالیشون خیلی محدود بود پرداخت. به بهبود وضع دانشسرای عالی مرکز تربیت دبیر همونجا که خودش تدریس میکرد و مراکز تربیت آموزگار در وزارت آموزش پرورش پرداخت. دانشگاه شیراز رو یکی از مؤسسانش بود. از جمله طرفداران قانون اصلاحات ارضی بود در سال 1961 که دولت امینی تصویب کرد و بعد از روی کار آمدن دولت علم در سال 1962 و دولت منصور در پایان سال 63 ایشون دیگه خانه نشین شد و از اون به بعد به کار نشر مجله جامعه فرهنگیان که مجله مهرگان نام داشت پرداخت و ارتباطات خودش رو با جامعه فرهنگیان تا آخرین روز زندگیش حفظ کرد و در دفاع از حقوق اونها پیش قدم بود. به عنوان نماینده معلمان و فرهنگیان در کنفرانس‌های خارج از کشور با حمایت مرحوم علم شرکت می‌کرد. آخرین مجله مهرگان که ایشون تهیه و منتشر کردن 2 ماه پیشه، تا 2 ماه پیش این کار رو ادامه میداد. یک ایرانی میهن پرست آزاده والا بود و بقیه من پایان عمرش فاجعه برای جامعه فرهنگیان کشور ماست.